مردها در یاد خود بگیرند. زنهای با ایمان، با حیا و خوش اخلاق سه چیزی را از مردهای همسان خودشان همیشه انتظاری دارند و آن خوش دارند. یکم نکاح، دوم توجه، سیوم مهربانی. اگر شما یکم ندارید با آنها، هیچ وقتی از شما دوم و سیوم انتظار نیستند و خوششان نمیآید. اگر که شما یکم را دارید ولی دوم را ندارید، هیچ وقت از سیوم شما یعنی از مهربانی های شما آنها را خوششان نمیآید. و شما اگر یکم دارید، دوم دارید، یعنی که نکاح دارید، توجه دارید ولی مهربانی ندارید، آنها بیشتری وقت عمرشان با این میگذرند. افسوس میخورم که نکاح کردم.